به نام خدای مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز. امروز میخوام در مورد 7 تکنیک طلایی و قطعی لاغری با شما صحبت کنم. 7 تکنیکی که اگه اجراش کنین قطعاً و حتما لاغر میشین و من تضمین میکنم. اگه چنانچه این تکنیک ها رو انجام دادین و لاغر نشدین، میتونین زیر همین ویدیو کامنت بذارین و بگین که من لاغر نشدم. خب تکنیک هامون رو شروع میکنیم، یکی یکی بررسی میکنیم، توضیحاتمون رو میدیم و امیدوارم که بتونین ازش استفاده کنین. میتونین قلم و کاغذ بردارین و این نکاتی رو یادداشت کنین. خب تکنیک اولمون در مورد خوردن شامه، ساعت خوردن شام. ببینید دوستان، ما سعی میکنیم که تا ساعت 7 شب غذایمون رو خورده باشیم، شاممون رو خورده باشیم و بعد ساعت 7 هیچ وعده غذایی یا هیچ ماده غذایی ما مصرف نمی‌کنیم. البته اونایی که ناراحتی‌های مثل هیپوگلیسمی یا افت قند خون دارن میتونن هول و هوش ساعت 9 یک میان وعده سبکی داشته باشن. ولی دقت کنید دوستان، این آموزش‌هایی که من اینجا میدم برای افراد نرمال و یا افرادیه که هیچ گونه مشکلی ندارن، هیچ گونه ناراحتی ندارن. اگه فقط همین تکنیک رو اجرا کنید، به شما قول میدم اگه وزنتون هم کاهش پیدا نکنه، حداقلش اینه که وزنی اضافه نمی کنید و وزنتون ثابت میمونه. فقط با همین تکنیک قدرتمند بعد ساعت 7 شب هیچ چیزی میل نمی کنید. خب حالا میریم سراغ تکنیک دوممون. تکنیک دوممون در مورد خوردن ناهار. دوستان، ناهار رو من به شما توصیه میکنم که سبزیجات مصرف کنین، سبزیجات بخارپز شده یا ریشه های بخارپز شده مثل سیب زمینی یا سبزیجات دیگه مثل هویج، کلم بروکلی، گل کلم یا بادمجان یا کدو. اینا رو میتونید بخارپز کنید به همراه کمی روغن زیتون یا روغن کنجد، بعد نمک دریا میتونید مزه‌دارش کنید و خیلی هم خوشمزه میشه این غذا. در کنار این غذا شما میتونید از ماست چکیده طبیعی هم استفاده کنید. ماست چکیده طبیعی به خاطر اینکه آب خودش رو از دست داده، اسید لاکتیکش خیلی پایینه و به شما میتونه خیلی کمک کنه در سیر نگه داشتنتون. برای شام هم توصیه میکنم از غذاهای گوشتی استفاده کنین، ولی در کنار غذای گوشتی حتما سبزیجات استفاده بشه. سبزی خوردن میتونه استفاده بشه، میتونید سالاد استفاده کنین. سالاد رو اگه برای شام استفاده میکنید، در کنار شام استفاده میکنید، بهتره که از سبزیجات سبز رنگ توش زیاد استفاده کنید، مثل اسفناج، مثل کاهو. از سبزیجات بنفش رنگ هم مثل کلم قرمز میتونید استفاده کنید چون سرشار از آنتی اکسیدانه و خیلی بهتون کمک میکنه در لاغری و چربی سوزی. و یه توصیه دیگه، این سالادی که استفاده میکنین در وعده‌های غذایی به همراه ماده غذایی اصلی سعی کنین که چرب نباشه، روغن نداشته باشه. خب ممکنه یه عده بگن که خب ما ویتامین های مثل A و D و کارو که در کنار چربی ها جذب میشن و محلول در چربی هستن چجوری جذب کنیم؟ حالا خب من میگم که اصلا نگران این قضیه نباشین، چون که سالاد رو شما به همراه ماده غذایی اصلی مصرف میکنید و اون ماده غذایی اصلی حتما چربی داره دوش. مثلا وقتی شما سالاد رو به همراه گوشت مصرف میکنید، گوشت خودش چربی داره و این چربی باعث میشه که ویتامین های محلول در چربی سالاد هم جذب بدنتون بشه. یا اگه به همراه ماست مصرف میکنید، ماست خودش چربی داره و این چربی بهتون کمک میکنه در جذب ویتامین ها. اصلا نگران این قضیه نباشید. بعد یه توصیه دیگه که براتون میتونم داشته باشم در مورد غذاهای گوشتیه که میخوام برای شام استفاده کنید. غذاهای گوشتی رو به هیچ وجه سرخ نمی‌کنید. اصلا کلا سرخ کردنی ما نخواهیم داشت در رژیم سالم غذایی.
پس سرخ کردنی ما نخواهیم داشت، میتونیم بخار پز کنیم، میتونیم آب پز کنیم، به صورت خورشتی درست کنیم گوشت رو. فقط یادتون باشه که اصلا ما سرخ کردنی نخواهیم داشت. خب حالا میریم سراغ تکنیک سوممون. تکنیک سوم ما در مورد خوردن صبحانه هستش. در طب سنتی ما ایرانی ها و طب اسلامی روایات و احادیث مختلفی داریم که به صبحانه و شام اهمیت زیادی قائل شدن و نشونه ها از اهمیت کمتری نسبت به صبحانه و شام برخورداره. صبحانه رو ما سعی می‌کنیم غذاهای پروتئینی مصرف کنیم، بر پایه پروتئین باشه. مثلا من توصیه می‌کنم که هر روز یه دونه تخم مرغ رو بخورین، از تخم مرغ نترسین دوستان. یک ترس بی‌موردی در مورد تخم مرغ هست و یه هراسی دارن همه، ولی من به شما توصیه می‌کنم که اصلا از تخم مرغ نترسید. تخم مرغ رو به راحتی می‌تونین بخورین. در کنار تخم مرغ میتونید از سبزیجات فصل استفاده کنید، میتونید از زیتون استفاده کنید، زیتون سیاه یا زیتون سبز، بستگی به میل خودتون داره. این کسایی هم که نمیتونن تخم مرغ بخورن میتونن از پنیر بز یا پنیر لور استفاده کنن. پنیر بز و پنیر لور جزو بهترین پنیرها هستش که اسیدی نبوده و متمایل به قلیاییه. من در مورد پنیر لور و پنیر بز توضیحات مفصلی در کتاب رژیم قلیایی راز درمان تمام بیماری‌های من توضیحات کاملی دادم که میتونید از این کتاب هم استفاده کنید. بعد میتونید در کنار سبزیجاتی که استفاده میکنید به همراه غذای پروتئینی در صبحونه، اگه خواستین چای بخورین چایتون حتما کم رنگ باشه و بدون شکر باشه. به اضافه اینکه میتونید از نان سبوسدار یا نان کامل استفاده کنید. دوستان من به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم نانی که با آرد سفید پخته شده رو اصلا توصیه نمی‌کنم. برای سلامتی خودتون ارزش قائل باشین، اهمیت بدین. بعد این مقدار نانی که می‌خورین در صبحونه بسته به وزن خودتون میتونه کم یا زیاد باشه. بعد برای صبحونه میتونین مثلا 2 تا خرما هم به همراه غذا استفاده کنین که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه براتون. خب دوستان ما تا اینجا 3 تا تکنیک رو بررسی کردیم. یادآوری میکنم خدمت شما. یکی این بود که قبل ساعت 7 حتما شام رو خورده باشیم و بعد ساعت 7 به هیچ وجه هیچ غذایی مصرف نکنیم. دومین وعده غذایی ما، دومین تکنیک طلایی ما این شد که نهار رو سبزیجات استفاده کنیم به همراه ماست، شام رو غذاهای گوشتی استفاده کنیم به همراه سبزی یا سالاد. بعد چهارمین تکنیک ما هم سومین تکنیک ما هم خوردن صبحانه شد که تاکید کردیم که غذاهای پروتئینی بخوریم به همراه سبزیجات، مقدار کمی نان سبوسدار رو و خواستین چایی هم میل خودتون بخورید. حالا میریم به تکنیک چهارممون که یکی از مهمترین تکنیک ها هستش، خوردن آب. دوستان خوردن آب خیلی مهمه. من توصیه میکنم حتما آب خوردن رو تمرین کنید. از همین بعد آب خوردن رو تمرین کنید. ممکنه بگین که هوا سرده و تو روزها و تو فصل سرما آب خوردن نمیچسبه، اصلا ما تمایل به خوردن آب نداریم. ولی خب دوستان تمرین کنین تا برای فصول گرم سال که بتونید اون موقع حداقل آب رو بخورید. چون الان نتونید تمرین کنید، الان عادت نکنید به خوردن آب، اون موقع سختتون میشه آب بتونید بخورید. بعد یه مسئله دیگه ای که هست، من توصیه میکنم که روزانه 2 الی 3 لیتر آب رو بخورین بسته به وزن خودتون. اونایی که وزن پایینی دارن 2 لیتر، اونایی که وزنشون بالاست تا 3 لیتر رو حتما مصرف کنن. pH آب مصرفی هم خیلی مهمه، خیلی تاثیر داره. به خاطر همون من توصیه میکنم
pH آب مصرفیتون هم مد نظر داشته باشین و به این دقت کنین که اول صبح‌ها رنگ ادرارتون رنگش روشن باشه، تیره و بدبو نباشه، غلیظ نباشه. در مورد خوردن آب، نحوه خوردن آب، زمان خوردن آب، pH آب و اندازه‌گیری اون اسیدیته ادرار من در کتاب رژیم قلیایی و همون راز درمان تمام بیماری‌های من اطلاعات جامع و کاملی دادم. میتونین استفاده کنین، دانش خودتون رو ببرین بالا. بهتون توصیه میکنم. پنجمین تکنیک طلایی ما ورزشه. منظور من از ورزش کردن فقط پیاده روی هستش. روزانه نیم ساعت الی 45 دقیقه حتما پیاده روی رو داشته باشیم. الان که هوا سرده ممکنه یه عده بگن هوا سرده ما نمیتونیم بریم بیرون ورزش کنیم، هوا آلوده است نمیتونیم بریم بیرون ورزش کنیم. خب من توصیه میکنم که حتما تو خونه میتونیم نیم ساعت یا 40 دقیقه 45 دقیقه پیاده روی داشته باشیم. اگر هوا خوب باشه میتونیم پنجره ها رو باز کنیم، هوای تازه بیاد داخل خانه و این اکسیژن رسانی که مد نظر ماست انجام بشه. حتما ورزش های سخت و سنگین رو بهتون توصیه نمی کنم. ما فعلا در مورد ورزش سبک مثل پیاده روی و اکسیژن رسانی بیشتر کار داریم. تکنیک ششم ما دوستان من بهتون توصیه میکنم که 28 روز به مدت 28 روز فست فود رو از زندگی خودتون خارج کنید. فقط 28 روز فست فود رو از زندگیتون حذفش کنید و نتایج و آثار شگرف اون رو در زندگی خودتون ببینید. ممکنه یه عده بگن که ما نمیتونیم حذفش کنیم، ما هوس میکنیم، مثلا بوی همبرگر میزنیم ما هوس میکنیم که حتما بخوریم، یا مثلا پیتزا میبینیم حتما دوست داریم بخوریم. خب اگه چنین حالتهایی به شما دست میده من بهتون توصیه میکنم که یکی دو لقمه بردارین تا این هوستون بمیره و رها بشین. زیرا اگر همین کار رو انجام ندین این حرص و ولع شما رو وادار میکنه اصلا کلا دیگه پایبند نباشین به این رژیم و دوباره میرین سراغ فست فود. فقط 28 روز ازتون خواهش میکنم که فست فود رو حذف کنین و تضمین میکنم که ارزشش رو داره دوستان، ارزشش رو داره که حذف کنین. هفتمین تکنیک طلایی ما هم در مورد شیرینی ها هسته. شیرینی هایی که میدونم خیلیاتون نمیتونن ازش دل بکنین و دوست دارین بخورین، دوست دارین بستنی بخورین، دوست دارین کیک بخورین، دوست دارین باقلوا بخورین، همه اینا دوست دارین شکلات بخورین. ولی خب من میگم که ازتون خواهش میکنم که به مدت 28 روز وعده مصرف شیرینی ها رو به هفته یه وعده کاهش بدین. مصرف شیرینی ها رو به هفته یک وعده کاهش بدین. مثلا هفته یک روز بیاین که مثلا 2 تا اسکوپ بستنی بخورین یا 2 تا باقلوا بخورین یا مثلا یه قاچ کیک بخورین یا اون شیرینی که خیلی دوست دارین رو بخورین یا اون شکلاتی که تمایل دارین رو بخورین، ولی به هفته یه وعده اینو کاهش بدین. این تکنیک هایی که بهتون گفتم رو حتما اجرا کنید، حتما عملی کنید. 28 روز زمان خیلی زیادی نیست، میتونید اجرا کنین. به شما قول میدم که نتایج شگفت انگیز اون رو مشاهده خواهید کرد، اندام زیباییتون رو مشاهده خواهید کرد، از اینکه خیلی سبکتر میشین، از اینکه نفس کشیدن، راه رفتن براتون خیلی آسانتر خواهد شد، لذت خواهید برد. من توضیحات بسیار جامع و کاملی در مورد رژیم قلیایی و درمان بیماری ها و کاهش وزن آماده کردم. خیلی جامع، خیلی کامل، به قیمت بسیار پایینی برای شما آماده کردم که میتونید از این دوره هم استفاده کنین.
توصیه میکنم حتما استفاده کنید. فقط دوستان یه نکته‌ای که یادم رفت بگم، در کنار ناپریزی‌هایی که انجام میدید، مثلا شیرینی میخورین، اون روز سعی کنین سبزیجات خام بیشتری مصرف کنین. سبزیجات خامی که مصرف میکنین یا میوه‌هایی که مصرف میکنین میره اثرات مخرب این شیرینی ها رو از بدنتون خارج میکنه و دیگه حس عذاب وجدان هم نمیگیریم. دوستان بیش از این خستتون نکنم. امیدوارم که این تکنیک ها مفید بوده باشه براتون. امیدوارم که اجراش کنید. امیدوارم که حرفای من رو بپذیرید و در نهایت فوایدش برای شما خواهد بود و شما از این تکنیک ها سود خواهید برد. منتظر نظرات ارزشمند شما هستم. زیر همین ویدیو کامنت بذارین، از نتایجی که گرفتین، تجربه‌ای که کسب کردین برای ما بذارین زیر همین ویدیو و ما خوشحال میشیم که بتونیم از نظرات ارزشمند شما استفاده کنیم و در ادامه مسیر ما رو یاری کنیم. در پناه الله یکتا، شاد و پیروز و سلامت باشید.